سلام علیکم برادران و پدران و خواهران و هموطنان عزیز. 8 ماه خوش دارم. همسر من دینا ساعت 9 ساعت از خانه برآمده بیدرک شد در شهر یاکوتیا. التماس دارم 8 ماه خوش دارم. در کجایی که دیدین حتما مدد برین. التماس برادر 8 ماه خوش میکنم. السلام علیکم هموطنان عزیز. خداوند حفظتون کنه. شنیدید داره خواهش میکنم با دقت گوش کنید. هر چی میکنیم به خاطر خدا میکنیم. ویدیو همین 1 مینوت میشه 2 مینوت پهنش کنید تو همین اویلای برادرمو که از آمدین و نگینه خواهرچه‌مو نمیدونم شاید ملیسا خبیدینش امانسا خبیدینش یا در یگان سیزا است یا یگان جو رهگم زدگی نمیدونم. یعنی خواهش میکنم خواهر عزیز اگر ما را میشنوی به خاطر خدا و پیش شوهرت بر بگرد، تشویش نکن. یعنی ویدیو شوهرت دیدی ببینه برادر عزیز که ما هیچگاه یعنی که به دلیل سخن بد نمیکنیم. یعنی که از هر یک کسی گم میشه، از هر یک کدوم هم اهل بیتش ما چی میگیریم ویدیو میگیریم. مثل این برادر خداوند صبر جمیل بتیشونو خواهرچه پیدا شه. التماس زنگ بزنی ماشینیکو که گام میزنه که نه فرزند دای جای بزنی از خدا بترسی مردم غم نتی. انشالله که ما خبرش کردگی مردم یا تش یک کلغاو سه کم کم غم میتیه. خدا هدایت کنه. السلام علیکم. خدا همه تا چی میگن سلامت باشه و رحمت برای دستگیریتون. التماس ویدیو رو پاک